همه بدونن، هم دشمن بدانه، هم دوستان با اخلاص بدونن، هم اون دوستانی که گاهی دلشون میلرزه بدونن جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است و بدانید اونا نمیتوانند به ما سیلی بزنن، ما به اونها سیلی خواهیم زد. این انقلاب و نظامی که به وجود آمد این از اول با دشمنی‌های سخت مواجه بود. این نهال را اون وقتی که یک ترکه نازک بود روی زمین نتونستن بکنن، امروز تبدیل شده به یه درخت تناور. میتونن بکنن، غلط میکنن. میگن میخواهیم نظام جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم. خب کی بوده که شما نخواستید این کارو بکنید؟ همیشه خواستید، همیشه سرتون به سنگ خورده، همیشه دماغتون به خاک مالیده شده. بعد از این هم همین خواهد بود.